ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم با نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. با نام یاد خدای مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخانه است. انیقترش این نشر 72 برنامه کتابخانه است و در برنامه ما حضور دارند عبدالخلیل خالقزاده. و برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما را تکرارا پذیرفتید. و باید به بیننده برنامه کتابخانه بگویم که دعوتی اکای عبدالخلیل به برنامه این است که به نزدیکی کتاب ایشان نشر شدند، کتاب دومی ایشان نشر شدند که حوادث روزگاری من دارم و قبلا یک کتاب دیگر را ما معرفی کرده بودیم، ماجرای رفته، و صحبت ما اطراف این دو کتاب و موضوعهای مربوط به کتاب دایر خواهد شد. با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. بگویید که چه حال و احوال دارید و امروزها در بهار دوشنبه با چه کارها بند هستید؟ درود بر شما، سلام بر بینندگانتان، سپاسگزار از دعوتتان. با کار معمولی مشغول هستیم. بعد از ماجرای رفته حوادث روزگار من رو نوشتید. در این زمانی که اینقدر مردم داد از نخواندن کتاب و فرهنگ و دانش بسیار بحثا گرم می شود، چرا شما تصمیم گرفتید که همچین یک کتاب بنویسید؟ نوشتن دیگر برای من یک تقاضای طبیعت، نمیتونم ننوشتم. یعنی یکی از کارهایی که من لذت میبرم و در وقت خالیگیم از اون لذت میبرم این نوشتن است. این یک. دوم، بسیار مسئله هایی هست که اگر وقتی که مثلا در مردم ما میگن دل خالی کردن، وقتی می نویسید دل خالی می شود. یعنی وقتی شما اون رو در روی صفحه میکنید، اون بار، اون وزن از گردن آدم تخلیه می شود، خالی می شود. برای همین راستش من تا چاپ حوادث روزگاری من در بسیار مسئله هایی که در اینجا آمده است خیلی اذیت میکشیدم. دویم پی بحث بودم، مطرح میکردم در باخوری با دوستان، میپرسیدم این از چگونه است، چطور باید حل شد، چطور باید وضع بهتر شد و غیره. ولی حاضر کلی مسئله که در اونجا گذاشتم کاملا دلم خالی است. یعنی این به من آرام شدید؟ خیلی آرام شدم. فکر میکنید دانستن یا خواندن اندیشه ها، خاطرات انسان های گوناگون جالب است به اندیشه خودتان؟ حتما. هر یک آدم در طول زندگیش تجربه به دست میارد. یعنی که همین که ما هر چیزی که میدونیم این قبل از ما آدما آموختن، تجربه کردن، بعد گذاشتن. هر یک کاری که ما میدونیم از تجربه آدما است. وقتی شما یک آدم موفق یا یک آدمی که توانسته است یک کتاب بنویسد که اون کتاب یعنی که شهرت پیدا کرده است میخونید، شما حتما تجربیات اون انسان رو به دست میارید دیگه. برای چند سال دادم امروز در جهان معاصر میبینم تاریخ زندگی نوشتن یا انمون کتابای ترجمه حالی میگیم خیلی معروفیت و محبوبیت پیدا کردن. برای خودتون خواندن همین گونه کتابا پسند است؟ و اگر خوانده باشه چه کتابایی براتون پسند بود؟ از تجربه کدام شخصیتی با نفوذ جهانی؟ ببینید، من مثلا کتابایی که اگر مثلا بگیم که از تجربیات شخصی یک نفر باشد، دقیقاً حاضر نمیتونم گفتم. مثلا این کتابایی که شما میگید که کتابای انگیزه ایجاد کننده هستن، من تقریبا کتابا رو نخوندم. حالا پسرچم با من بیدنی پاپا باگاتی پاپا تحفه کرده بود، من اونو خوندم. من قبل از اون خونده بودم، با اون نگفتم که خوندم، ولی خوندم. این یک نویسنده ژاپنی است. ولی همین کتاب‌های بدیعی یا هر کتابی که هست، همون هم تجربه حیاتی شخصی اون آدم هست یا اندیشه اون آدم هست. یعنی که این نیست که یک کس مثلا به مثل ایلون ماسک یا اون آقای چی بود کتابش خیلی معروف شده بود، کارنگی، دل کارنگی، مثلا این کتاب ها وقتی که ما میگیم که این کتاب ها میبیان با آدم انگیزه ایجاد میکنن، این کتاب ها دیگر رفتن مستقیم تر مقصد اعلان کردن که چطور باید رشد کند آدم و یا مثلا چی کارهایی باید انجام تی که به موفقیت برسی. ولی هر کتابی که هست در اون تجربیات حیاتی یا دانش یا مثلا راهنمایی از جانب اون نویسنده هست. مثلا همون کتابی که من دیروز تمام کردم کنار گذاشتم، کتابی ساروکین، ولادیمیر ساروکین، دین اپریچنیکا هست که خیلی اصلا این کتاب مثلا خیلی قبلتر نوشته است، ولی امروزی روسیه رو خیلی واضح
نشون روز. یعنی عجیب است که این آدم اون وقت میتونست است که امروز در روسیه چه اتفاقی میافتاد. شما در اونجا پریگوژین هم میبینید، قادیروف هم میبینید، نمیدونم کیو دیگر هم میبینید. یعنی که این نیست که فقط کتاب‌های اون کتابایی که شما میگید انگیزه آفرینه رو. نه، منظور من است که 100 سال اخیر تجربیات گاندی، حیات زندگی گاندی مثلا یک کتابی است که روی دست است و تغییر افکار ایجاد میکنه. اون کتاب انگیزشی نیست، منظورم از این نوع کتاب است. یا مثلا گیتلر اومد یک خاطره خودش نوشت در همون ماینکرافت، تا امروز مردم وابسته او چه شخصیت است کتابش هم میخونن. یا نمیدونم مثلا راکفلر، فورد و دیگرها اومدن. من منظورم این است که این نوع کتاب ها نه تنها در زمان امروز مود میشوند، هیچ وقت قربشون از دست نمیدن، یعنی محبوبیت پیدا میکنن، رفته رفته جالبتر میشن برای انسان ها دانستن خاطرات، اندیشه و افکار شخصیت هایی که در جمعیت نمایانند. درست است. این یعنی که تاریخ میشود دیگه، جزء تاریخ میشود. شما وقتی در اون کتاب میروید، شما مثلا همین کتاب محمد صادق خواجه گلشنی که در آخر عصر 19 نوشته است و استاد عینی میفرمایند که اون کتاب گم شد و بعدا رحیم هاشم رفت اون از آرشیو های تاشکند پیدا کرد و آورد و خود در دسترس ما هست. وقتی شما اونم میخونید، او از خودی همین بخارا سر کرده، اول اطراف بخارا، بعد این ولایت قرشی و این حصار رو همین تصویر کرده تا خود بدخشان ما میرود. یعنی او خیلی از اونجا خیلی چیزا رو شما میآموزید که در این منطقه کی زندگی میکرد، در اون منطقه کی زندگی، مردم با چی کار مشغول بودن، درآمدشون چی بود، یعنی که وضع اجتماعیشون چی بود. یعنی بستگی به خود شخصیت است، یعنی در فراگیر است، یعنی در گرچند خاطراتی خودش میگه ما بسیار چیزا میتونیم از اون بگیریم. 100%. بعضن شاید باشد که یک کسی صرف خاطرات شخصی خودش نویسد که اون فقط برای خانواده‌اش جالب خواهد بود. بعدن میگن که بابای ما این بوده است و بیبی ما بوده است. ولی مثلا یادداشت‌های استاد عینی مگر درباره خود عینی اونجا نیست، هست، ولی در کنارش استاد عینی شما کلی یعنی خاراکتری مردمی بخارا را، مثلا اون مخدومی پیرک یا نمیدونم اون جوانمردی ها، اون نامردی ها، اون فروختن ها، خریدن ها، اون خانومی که مثلا چی میرد با بر ضد رأی پدر و مادرش با یک نفر میگریزد، ازدواج میکنه. شما این چیزها رو در اونجا میبینید که هرچند خاطرات استاد عینی است. در حوادث روزگار من یک حکایه رو از زبان یک نفر دیگر نقل میکنید که بسیار تاثیر بخش است. یعنی اون مردی که بالاخره مجبور میشود که زن خودش رو بکشد، وقتی که میخواستید همین رو روی صحفه بیارید بنویسید، مشکل نبود برایتون و پیامتون از این قصه چی بود؟ خیلی مشکل بود و بعداً در وقتی چاپ کتاب من چندین بار فکر کردم که اینو گذارم یا بگیرم، ولی در نهایت قرار بر این شد که من گذارم، برای آن که این یعنی که قصه از نام دوست عزیزی من وزیر کشور آقای رمضان رحیمزاده نقل شد. این قصه بازگوی آن است که وقتی در جامعه آشوب برپا می شود، امنیت آرامی از بین می رود، چی بدبختی به سر مردم می آید. که این بدبختی، این قصه از سالهای 20 است، این بدبختی در سالهای 90 باز تکرار شد. که یعنی ما باید دانیم که ما مردم تاجیک همین وطنمون است و همین وطن ما باید آرام و امن نگاه داریم، وگرنه ما میبینیم این روز که مثلا اوکراینی ها سرگریز میشوند، خود روس ها از کشورشون سرگریز میشوند، یا اینور از افغانستان و از سوریه و لبنان اینجا سرگریز میشه، این مردم بدبخت میشوند وقتی از کشورشون بیرون میرن. همون اتفاقی که من در اون حکایه آوردم به سر اینها میافتاد، حالا به نوع دیگر، به صد نوع دیگر، ولی میافتاد. برای همین یعنی این باید آموزنده باشد. ما دیگر هیچگاه نباید به هیچ عنوان گذاریم که کشورمون ناآرام شود. یعنی من چرا از این قصه شروع کردم؟ چون همین قصه مرا تکان داد که من کتاب رو بخونم. یعنی این قصه مرا جلب کرد و من فکر کردم که شاید مؤلف، یعنی خود شما این قصه رو مخصوص آورد که ما دوام کتاب رو هم بخونیم، شاید قصه های جالب تر از اون رو دارد و واقعا قصه ها پای قصه جالب میاد، ولی در عنوان همین ماندن حکایه ها، قهرمان ها، واقعا انتخاب خودتان بود، یعنی سرلحوه گذاشتن کسی برای شما کمک کرد، چون خیلی خیلی جالبیت و جذابیت دارن. بله، این گذاشتن مصرع ها همچون عنوان ایده استاد قریبی بود، ما همراه انتخاب کردیم و من خیلی خرسند هستم و راضی هستم از این، زیرا فرق شاعر با نویسنده در آن است که شاعر یک دنیا معنی را در یک مصرع جا میکند. اگر کسی یک حکایه این کتاب رو بخواند و بعد از خواندن باز برود اون مصرع بخواند، میفهمد که من از مصرع اون شاعر چی برداشت کردم.
یعنی من وقتی که مثلا شما میروید میگید اونجا میبینید که کس نبود از راز دانش بی‌نیاز، بعد میروید خودی مقاله رو میخونید، بعد برمیگردید میبینید که من چی برداشت از این مصرع استاد رودکی کردم. یعنی استاد رودکی اون چیزی که من در این یادداشت گفتم در همون یک مصرع جمع کرده است. اینقدر بزرگ است. ولی استاد رودکی نمیتونست برای امروزی سال 2023 ما توضیح داد که من برای سال 2023 بگیم اون رو توضیح دادم. یا هر مصرعی که اونجا هست اونها فیشورده‌ای همون حکایتی هستن که بعدش میوید. بعد از سالهای جنگ شهروندی نوشتن چونین کتابا، من نمیگم مثل کتاب شما، ولی خاطره نویسی و یادداشت نویسی یک نوع در بین یک قشری از همون حتی قماندان ها و راهبران مد شده بود و ما بسیار از این کتابا رو مطالعه میکردیم. هر نفر میخواست به نفع خودش چیز حل کنه. یعنی اونجا من نبودم، این کارو من نکردم و یک نوع خود سفید کنی بود و از بین رفت این چیزا. شما فکر میکنید نوشتن اون گونه کتابا هم خوب است به نفع جامعه یا نه؟ همون کتابی که اون وقت بسیارا نوشتن، گفتم حتی قماندان‌ها تلاش کردن یک کتاب نویسند و چیزی از خودشون باقی بگذارن اوید به جنگ شهروندی احساس جنایت میکردن، میخواستم به نفع خودشون سفید کنن دیگه. یعنی همون یادداشت رو به خاطر این من نوشتم. بله. دو قصه در کتاب تکرار میاد. قصه گروگانگیری براتون خیلی دردآور بود که در کتاب دیوم اینا تکرار کرده. گروگانگیری در کتاب دیوم تکرار نمیاد، سودش دادگاهش میآید. گروگانگیری تکرار، یعنی این قصه برای زندگی شخص شما خیلی یک قصه‌ای بود که خواستید بود تکرارن در این کتاب آمد. ببینید وقتی در کتاب ماجرای رفته شما دو حکایه مدهشی که به سر خاندان ما آمد میخونید و بعدا میبینید که در پایان نوشته است که پایان قسم اول، شما انتظار دارید که بعد آخری این قصه رو دانید که چی شد، به چی انجامید این دو کار. و وقتی که مثلا خوشبختانه کشور به امنیت رسید و دست این بگیم قماندان ها، جنگ سالار ها کوتاه کرده شد و دادگاه ها برگزار شد و اینا به نوع به جزایشون رسیدن، اونو من آوردم. یک چیزی که این کتاب باز دقت خواننده را جلب میکنه، حوادث روزگار من، شما خیلی با یک احساس و با دقت تمام روی اقتصادیات و سرمایه‌گذاری تلاش کردید که بنویسید که تا جای پیشنهاد هم دارید، تا جای حل مشکلات را میگید. چی چیز شما رو به تشویش میارد مثلا در بخش اقتصاد و سرمایه‌گذاری همچنین یک تاجر؟ من که خودم دستاندرکار هستم در اقتصاد. وقتی در یک ساحه دستاندرکار هستی، کمبودی ساحه را یا راههای حل اون کمبودی را البته شاید بهتر دانی یا فکر کنی که بهتر دانی. شاید من فکر کردم که بهتر میدونم و لازم دونستم که اون اندیشه هایی که در اطراف اقتصاد درباره کمبودی هایی که در کشور هست عرض کنم. ولی مشکل اساسی کشور ما اقتصاد است دیگه. در نوشتن مشکلات تو دستتون باز بود، نه اون چی که می‌خواستید نوشتید یا همش نتونستید بنویسید؟ اگر آشکارتر بگیم در این موضوع. ببینید من در اونجا اگر شما در یک یادداشت دیگر ببینید درباره بسته شدن روزنامه‌های نیروی سخن روزی نو گفتم. چگونه گفتن خیلی مهم است. شما میتونید در یک مسئله خیلی درشت برخورد کنید که جواب درشت میگیرید. شما میتونید یک مسئله را گویید، جای اندازید، ولی باز هم یعنی که به هیچ کس تحقیر یا توهین یعنی که روا نبینید. از در قصه اول گفتیم، شما گفتید که امنیت برای هر کشور ضرور است، چون مردم پراکنده نمیشن و فاجعه هایی که سال 2030 به سر مردم وارد نمیشه که امروز کشورهای دیگر مثال آورید و امروز میگوید که اصلی ترین مشکلی ما این مشکلی اقتصادی است در تاجیکستان. فکر نمیکنید اگر این مشکلی برطرف نشود میتواند وضع امنیتی را ناگوار کند در کشور؟ البته من جامعه شناس نیستم، ولی امنیتی اقتصادی و امنیتی اجتماعی هم کمتر از امنیتی یعنی که اصلی نیست. این هم خیلی مهم است که امنیتی اجتماعی و اقتصادی هم برپا باشد. اگر مثلا کسانی که مسئولی اجتماعیات و اقتصادیات هستند در رأس کشور اونها هم کوشش به خرج کنند، امنیت اقتصادی اجتماعی ما هم در یک مدتی شاید رفع شود، بهتر شود. شما کارگر هستید، تلاش میکنید که وضع بهتر کنید. البته در کارخانه خودتون، در زندگی خودتون، از نگاه شما همچون یک شخص که میبینید سفرها زیاد میکنید، مهمترین رکن یک امنیت، یعنی از نگاه شما امنیت چی است برای یک جامعه؟ چی است؟ این که صدای تیر نباشد همین،
یا که مثلا جنگ نباشد همین چی است به فکر خودتون؟ تعریف از نگاه خودتون. من نمیگم تعریف عالمانه یک تعریف سیاستشناسانه، فقط برداشت شخصی خودتون چی است از نگاه خودتون؟ امنیت این رضایت قشرهای ملت از وضع اقتصادی اجتماعی امنیتی است. اگر در ملت در کشور همه راضی باشن از زندگیشون، از آیندهشون، امیدوار باشن، این میشه امنیت. تشکر. در یک صحبت قبلی گفتید که دانش یعنی زندگی، یا که زندگی ما همش فقط سرمایه نیست و جنبه های دیگر هم مثلا فرهنگ، اخلاق، کتاب، دانش. امروز با فکر خودتون ما مثلا مثل شما یا در سطح شما تاجران داریم، شاید زیاد هستن، ولی چرا با اندیشه خودتون کمتر توجه میکنن روی مثلا مثل شما بیان یک خاطرهشون بنویسن یا زندگیشون بنویسن، تجربیاتشون بنویسن، پیشکش مردم کنن که اونا با چی واسطه ها به همین سطح رسیدن، شاید یک انگیزش، یک موتیواسیون باشد. چرا ما به تفاوتیم همین قشر با فکر شما؟ شما دوستین با اونها رفت و آمد میکنید، حتما کار افتاده است، اونها کارشون با شما میافتاد، کارش به شما نزد نمیاد، یا دو گرفتای دارید بین هم دیگر. چرا اونها مثل شما نیستن؟ با فکرتون تفاوت نیستن. من در هر کسی که همکاری و هم صحبت هستم هیچ کس به تفاوت نیست، ولی این که مثلا چرا یک کس کتاب بنویسد کسی دیگر نمی‌نویسد نمیدونم. نه مثلا به دیدگاهش گوید، اندیشش گوید، مثلا پیشنهادش گوید. ما نخوندیم، جایی ندیدیم. مثلا فقط امروز من اگر بگن یک تاجر اومده است اندیشه‌تون، میتونم فقط کتاب شما راست تاجیکی خودم پیشنهاد کنم، بگم که این حوادث روزگار من است که در داخلش دو چیزی که به وضع مردم دخالت کرده است، به اقتصاد دخالت کرده است و به دیگر موضوع، ولی دیگر ما ندیدیم. من راستی گم نمیدونم، شما باید بیشتر تحقیق کنید که چرا اونها نمی‌نویسن، یا مثلا اندیشه نویسی در فکر میکنم خیلی کاری ساده هم نیست. راستش خیلی کار نوشتن خیلی کاری ساده نیست. مثلا یک آدم باید حداقل نمیدونم 500 یا 1000 تا کتاب خوانده باشد که بعد تواند سر کند به نوشتن. برای من همینطور بود، خیلی دشوار بود سر کردن و اصلا یک سبک و اسلوب بود رعایت کردن نوشتن. شاید کاری دشوار است، شاید اصلا در این باره فکر نکردن، شاید با کارهای دیگر مشغولن، خیلی وقتشون کم است. من نمیدونم. بسیارا میگن که از تنشون مینویسن. شما بارش نمیدید مثلا نمیدونم جای این آوازه ها رو فهمیدید، میگن از طرف فلان وزیر نوشتن، از طرف فلان راهبر نوشتن، فلان نوشتن. همین خبرها به شما میرسن؟ یعنی هم کس گمان میکند که مثلا عبدالخلیل یک تاجر است، یک تاجر موفق است، شاید کسی است تنی او این کتاب رو نوشته است. پاسخ من برای این گونه افراد این است که من در اون حد نیستم که کسی به جای من کتاب نویسد. یعنی کتاب برای چی به یک کس مینویسن؟ برای آن که خوشامد زنن، برای آن که یک منصب به دست بیارن، برای آن که نمیدونم یک چیز. من کی هستم که به جای من یک کس بیاد کتاب نویسد که چی انتظار دارد از من؟ یعنی برای چی برای به جای من کتاب؟ این کار دشوار است. و مثلا ببینید درباره یک کتاب قضاوت پیش از خواندن اون نمیشد کرد. وقتی شما کتاب میخونید بعد میتوانید گویید که خودش نوشته یا نه. یعنی وقتی شما کتاب میخونید از منطق اگر برخوردار باشید میبینید که آیا همین جزئیاتی که یک نفر گفته است یک کس دیگر میتونه از نام یک کس گوید؟ نمیتونه. اصلا نمیشه ناشدنی است. مثلا کی میدونه که در کودکی من کی بودم، چی بودم، دوستام کی بودن و در کجا میگشتیم، مثلا چیکار میکردیم، یا مثلا در وقتی این تجارت چیکارها کردم. این سوال شما بسیار یک چیز جالب به خاطر آورد. وقتی که برژنف از نام برژنف کتابی Целина بود یک تاش نوای زمله چاپ می شود، بعد خیلی تعریف و توصیف می شود. بعد برژنف سوسلو دعوت میکند، میگه گوش کن تو همین کتاب خوندی؟ میگه خوندم. راستش گفت تا آخرش خوندی؟ میگه خوندم. چطور است؟ خیلی کتابی خوب است. мне тоже почитать что ли میگه. مؤلف کتاب میگه خیلی قدر خوب باشد منم خونم. اگر ما انتخاب بین ماجرای رفته و حوادث روزگار من بگذاریم، شما کدامش بیشتر پسند میکنید خودتون هم چه مؤلف؟ ماجرای رفته برای من مثلا شیرین است. چرا؟ ماجرای رفته از دل تراویده است. من اون وقت نه آغاز کرده بودم. مثل کودک اول آدم حتما کتاب اولش بیشتر از شاید دوست می‌داره، ولی حوادث روزگاری من بیشتر از عقل تراویده است. شما نمیتونید یک فرزندتون رو بگید که من اینش بیشتر دوست می‌دارم. این کتابا دوام دارن یا نه؟ مثلا شما تصمیم دارید که باز یگان چیز دیگر نویسید، مثلا از دوره خاطره بیشتر برای مثلا از دوره این خاطره نویسی باز یک چیز دیگر نویسید؟ این خیلی ایده وجود دارن یا ندارن در آینده؟ بله من در این کتاب‌ها از 100 یکی گفتم. البته
ولی کوشش کردم اون چیزهایی که خیلی برجسته هستن از خاطراتم، اون چیزایی که خیلی برجسته هستن بگم. نشود یک کتاب بزرگی که دلگیر کنه آدم سیر سخنی نشود، خیلی از 100 یکی گفتم. و راستش وقتی من ماجرای دفتر نوشتم و در آخرش نوشتم که پایان قسم اول، بعدا دوستان خیلی من اذیت میکردن قسم دو کی میشد، قسم دو کجا میشه، حتی در صفحه اینترنتی در چی هم می نوشتن که کی کتاب دوم به ما میدید. گفتم برای همین من دیگه وعده نمیکنم، لیکن خاطره نویسی در حال حاضر نقطه است، نقشه های دیگر دارم برای نوشتن. یک چیز گفتید که نوشتن کاری آسان نیست، یک همین سخن در این برنامه گفتید شاید بسیاری ها میخوان از تجربه زندگیشون چیزی بنویسن و تجربه های بوی هم دارن برای نوشتن. اگر یگان اصول شما دارید، یگان متد نوشتن دارید، اونا شاید نمیدونم فراموش کردن اون خاطرهاشون یا نمیتونن نوشته، شما از چی راههای میتونید توصیه دید برای نفری که میخوان این گونه کتابو نوشتن؟ توصیه شما چی است؟ من با این گونه آدم، اصلا با هر کسی که قلم به دست میگیرد دوستیت توصیه میتونم که راه میره، کارش راه میره. یعنی چی؟ آدم‌ها بسیار وقت میگیرن یک اندیشه را میخوان که خیلی زود و با یک جمله دراز بنویسن و بعدا میروند میبینن که جملهشون معقول نمیشد، خط میزنن، از نو مینویسن، بعد شاید حتی میپرتن این کارا. باید با جمله های کوتاه سر کرد، جمله ها باید کوتاه باشه و هیچ کلمه ای که معنیش 100% نمیدونید اصلا نباید استفاده بود. افتتاح و اشتباه و نمیدونم چی کلمه نبی که حاضر در زبان هست که مثلا برای یک نفری که شاید مثلا تاجر باشد و خیلی کتاب نخونده باشد و مثلا از زبان تاجیکی دورتر باشد، هرچند ولی زبان تاجیکی خوب میدوند، با خانواده‌اش تاجیکی گپ میزند که تو بزرگ شدهش تاجیکی گپ زده است که خوب میدوند زبانه، ولی این کلمه ها براش یک کمی حالا یعنی که خیلی آشنا نیستن که چی در کجا اینا میشد استفاده کرد، در کجا نمیشد و مثلا با کدام چی فعل بیاد و اینها. باید از اینو دست کشید. برای مثال من مثال میزنم، مثلا اگر شما میخواهید از برنامه کتاب کده نقل کنید، میخواهید نقلتون درباره برنامه کتاب کده نویسید، شما میگید که من یک برنامه رو در اینترنت دیدم که کتاب کده نام داشت و مؤلفش دلیر است و این است و اون است و درباره این گپ میزند. وقتی یک جمله دراز میسازید شما بعدا اون جمله تو خیلی با مشکل مواجه میشد. شما اینو با 10 تا جمله بیان کنید، با 10 جمله کوتاه. در اینترنت یک برنامه پخش میشود با نام کتاب کده نقطه. مؤلف این برنامه هست دلیر نقطه. این برنامه رسالتش فلان است نقطه. این برنامه با مردم این منفعت میارد نقطه. یعنی جمله های کوتاه انتخاب کنید و از واژه هایی که 100% یعنی که معنیشو طرز استفادهش نمیدونید دست کشید، اصلا نروید توی اون کلمه های دشوار و جمله های دور و دراز، خیلی زود راه میافتد نوشتن. تازه یگان واکنش منفی شد یا نشد درباره این کتابتون از جانب دوست نفر، یگان جایی که ایراد گرفتن؟ منفی نه، ولی بعضی صحبه هایی که گذشته است برام گوشزد کردن. یکیش مثلا من زید سعید و وزیر اقتصاد گفتم که اون وزیر ساختمان بود، رئیس کمیته ساختمان بود است مثلا. یکیش مثلا یکی دیگهش به همین اینکه مصرع ها را ما عنوان آوردم ایراد گرفتن، تو چرا مصرع ها را عنوان آوردی، این باید اپیگراف میکردی عنوان دیگر میموند. اینها یه چیزای خرد رئیس اصلا چه قبول میکنید امین؟ یه چیز مثلا کریتیکا تنقید رو یا مثلا تحلیل در شخصیتون چه قبول میکنید؟ بعضی بسیار فوری واکنش میکنن و بسیار عصبانی میشن، شما چه قبول میکنید اگر به پرده بگیم؟ درباره کتاب ماجرای رفته چند چیز حتی در روزی روی نمایش هم گفتن به من. فکر دیگر کسی است، من احترام میگذارم به فکر او. من اصلا توقع ندارم که همه به فکر من راضی باشد. به فکر شما چی کنیم در جامعه که در برابر اندیشه‌مون اندیشه بشنویم، تحقیر نشنویم، حقارت نشنویم؟ من اگه اندیشه گفتم شما اندیشه گوید، یعنی در برابر اندیشه بشنویم. چرا جامعه ما مثلا نازی در فیسبوک یک نفر یک جمله را ایراد میگیره، میگه جمله از ساختار زبانیش خطا است، ما دیگه موضوعش نمیگیم، ما در میافتیم به همون انسان اگر مالی ما باشد یک کارمون یک حرفمون ایراد بگیره. و تقریبا من فکر میکنم قریب هممون همین خصوصیت داریم که جنگ اعلان میکنیم علیه طرف دیگر. چیکار کنیم تحملگراتر شویم؟ شما قبول دارید که ما روز به روز خشن‌تر میشیم در این مسئله ها؟ بله. چیکار کنیم؟ باید خشن‌تر میشیم. این تحملگرایی این میوه معرفت است. باید آداب، باید اخلاق آموخت، باید کتاب خوند، باید پیشرفت، باید روی خود کار کرد، باید خوددار بود. خب اینا
در جای خالی همینطور بی تربیه به دست نمیاد. آدم باید خودش تربیه کنه، از روی خودش کار کنه. خیلی کار میخواد. سفرها زیاد داشتید. به فکرتون اگر از شما پرسن که یک کشور برای علم، دانش یا خواندن نمونه باشد، چه کشور رو نمونه میارید اگر ما از تجربه بگیریم؟ کشور اروپایی. چرا؟ در اونجا علم در یک درجه خیلی بالا گذاشته شده است. یعنی که علم در درجه بالا با اون معنا گذاشته شده است که اگر علم داشته باشی او برات سود میارد، حتی سود مالی. اگر علم نداشته باشی به هیچ دردی نمیخوری. یعنی خواندن یا کتاب یا در دانشگاه یا مکتب خوب تمام کردن، این نه به اون معنی است که یعنی که بیایم مثل دلیر بشینیم در پیش میکروفون و کامera به مردم بگیم که شما کتاب خونید. یعنی کتابخوانی اونجا در آینده به شما سود میارد. اگر نخونی نمیتونی زندگیت پیش بردن، نمیتونی به کار استخدام شدن. یعنی و وقتی که علم در اونجاها مثلا از همین انقلابی بگیم فرانسه، نه انقلاب یعنی که تکنولوژی که در آخر عصر 19 اتفاق افتاد، وقتی اینو دیدن که وقتی به علم مبلغ گذاری میکنی و اون برمیگردد و حتی 10 برابر و 100 برابر برمیگردد، مبلغ گذاری ها به علم خیلی در اونجا دیگر گسترده است. صندوق های بزرگی هستن که از هر چیزی نوی شما اگر خواهید پیشنهاد کنید استارتاپ ها مبلغ گذاری میکنن. یعنی علم در اونجا دیگر یک الگو شده است، یک چیزی که همه مشتاقن که با اون مبلغ گذاری کنن، با اون برن دستاوردی داشته باشن. اگر آدم عالم کمترین انگیزه داشته باشه عالم نیست. یعنی اگر شما بیایید مثلا بگید که من یعنی که آدم مذهبی هستم، شما وقتی که هر نکته را در علم پژوهش میکنید اون انگیزه مذهبی شما به اون تاثیر میرساند. علم نمیتوند اصلا سیاسی باشد، علم نمیتوند هیچ انگیزه داشته باشد. همین که انگیزه پیدا شد علم گم میشه. علم فقط با فکت کار میکند، هیچ فرقی ندارد براش دیگر هیچ چیز دیگر. این سیاسی یا انگیزه باشد، یک مثلا دستوری باشد، ایدئولوژی باشد، نمیتوند رشد دارد جامعه را. هر کسی که یک قدم پیشتر رود، یک دانشی بیشتر گیرد، اون حتما نونی بیشتری پیدا میکند، اصلا بیشک. یک وقت روی علم سرمایه گذاری کردید که پشیمون شدید از سرمایه گذاری کردنتون؟ بودن حالاتایی که دلسرد شدید گفتید نه نمیشود من در این سمت دیگر مبلغ گذاری نمیکنم؟ روی شخصیت، کتاب، دانش، علم، هر چیزی که خوردم باشد مثلا بعد گفتید کاش نمیکردم این کارو؟ نه، من اصلا از کتابایی که چاپ کردم یا از اون چیزایی که مبلغ گذاری کردم که یک آدم یک کارش چاپ کند یا ارائه کند اصلا پشیمون نیستم. اصلا همش دیده و دانسته کردم و خرسندم هستم، افتخارم میکنم. مبلغ گذاری روی علم من در کارخانه های ما میکنم، تکنولوژی های نو وارد میکنم، مثلا همین از اینترنت، از برنامه ها، از نرم افزارها استفاده میکنم. نه اون کار خیلی خوب میکنن، خیلی پیش میبرن، کار خیلی ساده میکنن، خیلی آسان میکنن، خیلی با نظم میکنن، انتظام میکنن. برای اینکه من یک دو تاجر نزدشون رفتیم برای مسئله مثلا برای یک دانش علم مبلغ گذار کردن، میگن این به برکتی میاره در خانواده ما. تا یک نفرش فهمیدیم گفتیم که کتاب تقدیم کردیم، میگن کتاب من خانه برام به برکت میشد خانه من. اندیشه شما چی است به این گونه افراد؟ نفری که تو میلیون دارد، من گفتم که شما روی همین علم و دانش میگه کتاب خانه برام به برکت میخونه، من به برکت میشود. گفت من کتاب خانم برام، خانم به برکت میشود. یعنی من اینقدر نفرت دارد با کتاب، ولی اون آدم خیلی ثروت دارد، ثروت خیلی بزرگ دارد. من نمیدونم که اون چرا چنین برخورد کرد، ولی گفت که در این یک کاری بیهوده است. من مثلا بدونیش به علمم صاحب همه چیز شدم. اندیشش ما به این گونه افراد چی است؟ راستش من بار اول همچنین حرف شنیدم، ما مردمی تاجیک مردمی صاحب کتاب میگن. سوال منم به خاطر همین است. افتخار ما صاحب کتاب بودن است، نه هر ملتی این افتخار داره. ما همیشه در خانه‌مون مادرامون 4 کتاب یا 1 کتاب را در روی گواره کودک میگذاشتن، همون کتاب است اولش. دویمش این یک خرافات است. یعنی شما وقتی از یک چیز ترس داری، حذر میکنی، یعنی تو شما هیچ ایمان و اعتقاد و هیچ صداقتی به هیچ چیزی در دنیا ندارید. که خب استاد عینی میگوید که قاری اشکما در خونش اره را نگاه نمیداشت که او دندان دارد، یعنی او اصلا طنز میکند. ولی به هر حال آخه یعنی چی کتاب؟ یعنی چطور کتاب میتونه کتاب
یک محتوای از کارتون و کاغذ و رنگ است. چطور میتوند به برکتی یا بدبختی بیاره؟ من راستی که خلاص همه خیلی کتاب همه خیلی کردن نزد ما گذاشتن گفتن این اگر من خونم برم خونم به برکتی میشود. گفتم اون آدم خیلی سرمایه دار است و میگه من از پشت هیچ علم هیچ دانش هیچ کتابی به اینجا رسیدم و اصلا لازم نمیدونم این چیزی. من میخواستم با اون آدم صحبت کنم و ببینم که یعنی که همون کاری که همین آدم میگه که به جای رسیده است، مثلا پچکه‌های دلار داره، همین پچکه‌های دلار از کتاب چی فرق داره؟ همین پچکه‌های دلار کی ساخت؟ آدمان دانشمند ساختن یا بدونش؟ همه آدمانی که همینا ساختن و امروز اون کار میکنه، دستگاه دارد در کارخانه، تکنیک دارد، بله. همینا رو کی ساخت؟ همینا به کتاب ساخته شد کی؟ در 70 نشر برنامه کتابخوان قرار داریم و پیشنهاد شما، نظر شما با بیننده‌های برنامه و برای آینده این کار چی است بگوید، سپس صحبتمون رو در این برنامه خلاصه کنیم. دفعه گذشته عرض کردم، بازم میگم که شما بسیار کاری خوب، بسیار کاری ضرور برای جامعه انجام میدید. من دیدم که آرام یعنی که اعضاهای گروه، حتی خواننده ها، کسایی که تماشا میکنن زیاد میشن. این بسیار کاری خوب است. من اگر از دستم یا اون کار بیاد مراجعت کنید. سلامت باشه. اگر هر وقتی که لازم دانستید باز صحبت میکنم. اگر ما واقعا همین برنامه ها زیادتر داشته باشیم، زودتر به معرفت میشیم، زودتر آدم ها حذر کردن از کتاب بس میکنن. من به شما موفقیت میخواهم. سلامت باشید. بیننده گرامی، ما همیشه میگیم که کتابای خوب به زبان تاجیکی برای خواندن نداریم. ما برای شما توصیه میکنیم حوادث روزگار من نوشته عبدالخلیل خالقزاده. این کتاب در فروشگاه کتاب تاجیکستان هست. این کتاب تازه نشر است و شما با خواندن این نه تنها با خاطرات، با اندیشه یک نفر آشنا میشید، بلکه وضع کشور را تا جای میبینید، میخونید در این کتاب و میآموزید. این چنین کتابی پیشتر ماجرای رفتم کتاب بسیار جالب است. خودی نویسنده چون گفتن این کتاب رو از قلب نوشتن و هر دو این کتاب ها در صفت خیلی جالب، در صفت خیلی خوب در فروشگاه کتاب تاجیکستان موجود هستند و شما میتونید آنها رو دسترس کرده بخونید و نظر و اندیشه هایتون رو چی به خودی مؤلف، چی به سامانه کتابخوان بنویسید. این چنین ما برای شما پیشنهاد میکنیم که در فروشگاه کتاب تاجیکستان کتاب های مثل کتاب ایلون ماسک که درباره خاطره‌هاش نوشته شده است و خیلی سرگذشت جالب دارد و یک شخصیت معروف دیگری تاریخی گنری فورد، میتونید این کتاب رو دسترس کرده بخونید که در فروشگاه کتاب تاجیکستان موجود هستند. این چنین یک کتاب راکفلر، اینم کتاب یادداشتی و خاطره است که شما از این میتونید دانش‌های خودتان رو در بخش اقتصاد، در بخش سرمایه‌گذاری و در بخش تلاش کردن بیشتر در سمت کار موفق شدن این کتاب رو دسترس کرده بخونید. و این چنین ما برای شما یک کتاب جالب دیگر رو معرفی میکنیم با اسم مهاتما گاندی مایا ژیزم مایا ریلیگی، یعنی حیات من این دین من است. این کتاب را گشته و برگشته بخونید و ببینید که یک نفر، یک انسان در گذشت، در سرنوشت میلیون ها انسان با صداقتش، با ایستادگیش، با ایمان، اعتقاد در راهش چگونه میتواند تغییرهای بزرگ را برای جامعهش وارد کند و گاندی توانست با شخصیتش، با ایستادگیش یک قاره بزرگ را با مثل هند از مستملکه انگلیس آزاد کند و این سرنوشتش، زندگیش واقعا مایه عبرت و افتخار است. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدای را مددگارت.